پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای نبیره ها و نوسها و قبیلای خودش 1440 سال پیش گفته است که ای امتی من، کدام انسانی که دعوا میکنه که من سیدزاده و من از نسل پیغمبر صلی الله علیه و سلم گندش به خاطر من دوست بدار و خوبش برای خدا، یعنی سیدزاده هست، عالم است، سخی است، اون محتاج و دوستداری زبها میزور خدا دوست. لیکن همه که میگه اولاد من دعوای سیدزادگی میکنه به خاطری که من پیشوای من خاتم النبیینم، حبیب خدا هستم، وقتی که دعوا میکنه که نبیره پیغمبرم به خاطر من همه را دوستش دارم. ما انشاءالله به امر خدا این پدر این حضرت ایشان هم به خاطر خدا و هم به خاطری که نبیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، روح این پدر بزرگوار امروز به دیدار پروردگاری خودش مشرف شد و به دیدار بابای خودش حبیب خدا امروز ملاقات دارد. یعنی چی خوب برای این پدر بزرگوار. ببینید پروردگار برای همین پدر بزرگوار ما یعنی 12 تا فرزند داد. چی خوب به حال ای که 12 فرزند همش اهل قرآن، اهل قرآن. خدای تعالی دعا میکنه هر انسان که پروردگار فرزند صالح منابته، خدا نکرد یک فرزند نده که بجز لعنت گشته نشنوید. شو به حال حضرت ایشان که فرزندایی که اهل قرآن و ذکر خدا، یعنی مرد برای حضرت ایشان تحفه الهیه، یعنی یک تحفه است که امروز پروردگار همین را برای داد. یعنی همین یک امانت خدا در حضرت ایشان طول 81 سال بده. خدا تعالی ما را 4 ماهگی روح در بدن ما میدمه، یک امانت خدا هست. یعنی سنجش خدا بندش در دنیا هست که کمانم میشناس یا نیست. و همو انسانی که به مثل حضرت ایشان شناخت، فرزندی هاش قاری مرتب قرآن، عالمی با عمل در طبق رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و از فرزندایشان قاریان مرتب یعنی بلبلان قرآن، چی خوش به حالی. محتاج به امر معروف و نهی منکر نیست، محتاج به هیچ کس نیست. یک فرزندای صالح داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اذا مات رجل ینقطع عنه کل عمله الا ثلاث. یک انسان این از دنیا گذشت، همه عملی یعنی نماز روزه هر عملی که از مکتوب یعنی محکم شد صندوق عملی به آسمان رفت. لیکن مگر که 3 عمل انسان در دنیا باقی میماند تا وقتی که وجود دارد. یکمی همین فرزند صالح های. چی خوش برای حضرت ایشان که همه فرزندای صالح، فرزندای اهل قرآن، نبیرهای قاری مرتب قرآن، چی خوب برای این حال روح این مردن هست. یعنی نزد ما مرده های، یعنی جسدی از بین ما می رود، لیکن روح او دعاگوی همه اهل بیت قشلاق هست. و به همین خاطر دعا میکنیم که پروردگارا ثواب این ختمای قرآنی که از دیروز تا امروز به ارواح حضرت ایشان شد، پروردگار روی حضرت ایشان را شاد، قبرش را پر نور، سوال نصیب و نکرده آسان، جنت الفردوس را جا و باشیشش بگردان. پروردگار و گور حضرت ایشان را یعنی عالم برزخ سفر دارد، عالم برزخ حضرت ایشان را پروردگار را یک باغ از باغهای جنت بگرداند. پروردگار را سوال نکیر و منکر که امروز رفته در گروه میپرسند که و من ربک و من دینک و نبیک، پروردگار در زبان حضرت ایشان به لفظی فصیح رب من الله گفته جوابتا، نبی من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دین من اسلام است گفته. پروردگار زبان ای را بر همین کلمه هایی که قانون خدا از پروردگار سرفراز بگرداند. و همه شما خشتبار که در اطراف این جمع اومده و تو فیل حضرت ایشان، پروردگار همه خاندان شما را پروردگار را خاندان اسلامی بگرداند. پروردگار فرزندای همه شما را به مثل فرزندای حضرت ایشان فرزندای صالح که به آیت قرآن و به ذکر قرآن بعدی سر تو باشند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین برحمتک.